بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوعی که ما قرار داریم این قاعده نون ساکن و تنوین است و می‌گذریم به قاعده سیوم که این اقلاب می باشد. اقلاب در لغت به معنای تغییر یافتن می آید. در اصطلاح علم تجوید تغییر یافتن حرف نون به حرف میم و با غنه خواندن آن می باشد. حرف اقلاب تنها یک حرف دارد و این حرف ب می باشد. تعریف اقلاب: اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرف ب آید، حرف نون به حرف میم تغییر یافته با غنه خوانده می شود. مثال ها برای نون ساکن در دو کلمه: میم بعد. ببینید دوستان، بعد از حرف نون ساکن حرف ب آمد، به جای حرف نون حرف میم را با غنه می خوانیم: میم بعد. حالت لبها هنگام تلفظ چنین است: لبها به یکدیگر می رسند و سخت پخش کرده نمی شوند. میم بعد. مثال پایان را ببینید: میم بعد. این مثال قرآنی می باشد. در قرآن کریم در بالای حرف نون به جای ساکن میم میده آمده است. و مثال برای نون ساکن در یک کلمه: لینبذنه. در اینجا نیز بعد از حرف نون حرف ب آمد که اقلاب می شود. و مثال قرآنی را ببینید: لینبذنه. در بالای حرف نون میمی میده آمده است. و مثال ها برای تنوین: سمیعا بصیرا. مثال قرآنی را ببینید: سمیعا بصیرا. تنوین ان دو خط داشت و یک خطی تنوین را گرفته به جاش میمی میده ماندن. این اشاره میکند به قاعده اقلاب. و مثال بعدی: سمیع بصیر. در اینجا نیز بعد از تنوین حرف با آمد، قاعده اقلاب می شود. مثال قرآنیش را ببینید: سمیع بصیر. اینجا نیز تنوین اون دو تا علامت داشت، یک تاش را گرفته به جایش میمی میده ماندند. ایضاح: قاعده اقلاب در دو کلمه و این چنین در داخل یک کلمه راست می آید. چون که ما در بالا مثال را خوندیم، در اینجا ببینید در بین دو کلمه و در اینجا در داخل کلمه. علامت های قرآنی قاعده اقلاب اینها می باشند: یکم، در بالای حرف نون ساکن ظاهر نیست. ببینید دوستان، در بالای حرف نون ساکن نیست، به جای ساکن میم میده آمده است. و دوم، خطهای تنوین ان و تنوین این یکتاگی بوده، به جای خط دوم میمی میده آمده است و تنوین اون باشد در شکل رقم 9 آمده، به جای دیگرش میمی میده آمده است. ببینید دوستان، اینجا تنوین ان یک خطش نیست، به جاش میمی میده آمده است و اینجا تنوین اون در شکل رقم 9 آمده است و به جای دیگرش میمی میده آمده است. سپارش قاعده های اقلاب را در آیت های زیر یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آیت یکم: اذ انبعث اشقاها. ببینید دوستان، بعد از حرف نون حرف با آمد و علامت قرآنیش به جای ساکن حرف میمی میده آمد که اینجا اقلاب کرده می شود. اذ انبعث. در آیت دوم قاعده اقلاب نیست. در آیت سیوم بذنبهم در اینجا هست. بذنبهم در اینجا نیز بعد از نون ساکن حرفی با آمد
و علامت قرآنیش به جای ساکن حرف میم میده در بالاش آمد. بذنبهم. سوالها برای سنجش. یکم، اقلاب در لغت و در اصطلاح چه معنا دارد؟ دوم، حرف اقلاب کدام است؟ سیوم، تعریف اقلاب را بیان کنید. و چهارم، علامت‌های قرآنی اقلاب کدام هایند؟ وظیفه خانگی: سوره همزه را در دفتر نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری نمایید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.